درود و سلامتی خداوند ما عیسی مسیح با تک تک شما عزیزان. آمین که در دستان پرحفاظت خدای پدر روزگار خوبی رو پیش رو داشته باشید. قبل از اینکه پیغام خداوند رو با شما در میون بگذارم، دوست دارم پیغامم رو با یک دعا شروع کنم. خداوند شکرت میکنیم که به واسطه کلام مقدس و زندت ما رو تعلیم میدی خداوند و تبدیل میکنی. ای روح القدس عزیز، از تو دعوت میکنیم که به واسطه شمشیر کلامت در عمق روح و جان و نفس ما خداوند تو تفتیش کنی و اون رو تقدیس کنی. خداوندم باشد که نه تنها شنونده کلام تو باشیم بلکه به عمل آورنده اون باشیم. در نام یگانه پسر عیسی مسیح طلب میکنیم با شکر سپاس. آمین. موضوع راجع به کتاب اول پتروس باب 4 آیه 7. در کلام خدا نوشته شده که پایان همه چیز نزدیک است، پس جدی در دعا منضبط باشید. میخوام شما رو به کتاب انجیل متی باب 25 ببرم. مثل 10 باکره. کلام خدا میگه که 5 تن از آن باکره ها دانا بودن و 5 تن از آنها باکره نادان بودن. چرا کلام خدا اونها رو باکره دانا و باکره نادان تعریف میکنه؟ چون 5 تن اون باکره ها همراه با چراغدان هاشون روغن اضافی هم برده بودن و در واقع این مثل برای کسانی هستش که به مسیح ایمان دارن و همیشه باید در وضعیت روحانی خودشون تا بازگشت غیر منتظر مسیح امتحان بدن. کسی که رابطه شخصی و محکمی با خداوند داره در زمان بازگشت او ممکنه بر طبق این تعلیم از ملکوت اون بی بهره بمونه. همونطوری که میدونید که این چقدر برای ما ایماندارها که در خداوند عیسی مسیح هستیم و در زمانهای آخر زندگی میکنیم به مانند یک زنگ خطر هستش که بیدار و هوشیار در دعا مراقب باشیم. در کتاب مکاشفه باب 22 آیه 1 تا 7 کلام خدا میگه که می‌بینیم که خداوند در زمانهای آخر به خادمانش هشدار میده و اینکه به زودی میآیم، خوشا به حال کسی که کلام نبوت این کتاب رو نگاه داره. اما کلام خدا تاریخ دقیق از بازگشت خودش رو به ما نمیگه و به طوری که در کتاب انجیل متی باب 24 آیه 36 می‌فرماید هیچ کس آن روز و آن ساعت را نمی‌داند جز پدر، حتی فرشتگان که در آسمان هستند و پسر نیز نمی‌دانند. من 3 نکته رو برای شما در نظر گرفتم. نکته اول، هر لحظه ممکن است پایان همه چیز باشد. در انجیل متی باب 25 آیه 13 رو به خاطر داشته باشید که میگه پس بیدار باشید چون از آن روز و آن ساعت خبر ندارید. در نکته اول بیدار باشید. نکته دوم، پایان برای هر کس که با ایمان عمل می کند پایان خوبی خواهد بود. کلام خدا در کتاب رومیان زمانهای آخر رو به زنی باردار که درد زایمان دارد تعریف کرده است و مثال زده شده. پس پایان یک درد زایمان برای یک زن حامله یک فرزنده که شادی بسیار رو برای اون زن به بار می آورد و برای ما ایمانداران پایان این درد زایمان بودن در تخت پادشاهی خداوند و هم ارث با خداوند عیسی مسیح بودن هستش. و نکته سوم، هوشیار باشید. در کتاب انجیل لوقا می‌بینیم که در آیه 21 آیه 34 تا 37ش که به خاطر وقت نمیتونم کامل بخونم، این که در آیه 36ش میگه به هوش باشید مبادا ایش و نوش و مستی و نگرانی های زندگی دلتان را سنگین سازد و آن روز چون دامی به ناگاه غافلگیرتان کند، زیرا بر همه مردم در سرتاسر جهان
خواهد آمد. در آیه 36 برای ما ایمانداران خیلی مهم هستش. پس همیشه مراقب باشید و دعا کنید تا بتوانید از همه این چیزها که به زودی رخ خواهد داد در امان بمانید و در حضور پسر. پس کلام خدا میگه که تا بتوانید در دعا کنید تا بتوانید از همه این چیزها که به زودی رخ خواهد داد در امان بمانید و در حضور پسر انسان بایستید. پس وقتی در قسمت دوم آیه میخونیم که جدی و در دعا منضبط باشید، هدف امروز برای ما بیداری روحانی است و این بیداری روحانی کلیسایی که تاکید میکنه برای ما اینکه من و شما که کلیسای خداوند هستیم موظف هستیم که حقایق انجیل رو برای بازگشت شکوهمندانه خداوندمان عیسی مسیح و وقایع روزهای آخر و زمانهای آخر بازگو کنیم و هوشیار باشیم، چون به وقوع روز رستاخیز و بازگشت خداوند عیسی مسیح اگر من و تو به عنوان کلیسا آمادگی نداشته باشیم غافلگیر میشیم و مانند 10 باکره نادان هلاک خواهیم شد. پس دعا کنیم تا در پاکی و صداقت و محبت عیسی مسیح در عمل زندگی کنیم تا نهایت ایمان خود رو درک کنیم و در آخر اینکه مزمور 95 آیه 1 تا 7 رو تقدیم شما عزیزان میکنم. آمین که برکت گرفته باشید و حال فیض خداوند ما عیسی مسیح و محبت خدای پدر و شراکت و دوستی روح القدس رو بر شما اعلام میکنم و با همه ما باشد و بماند تا به ابدالآباد. روزگار خوش و مسیحایی.